استاد وحید کریمی، مشاور و مربی برجسته کارآفرینی و کسب و کار بین المللی و بنیانگذار کلاب مدیران موفق، در سال 1400 چشمانداز بی سابقه ای را مطرح کرد. جهانی سازی کلاب مدیران موفق و گسترش این نام به عنوان نمادی از نبوغ ایرانیان در عرصه جهانی. اکنون در حالی که 3 سال پر از چالش در مسیر اجرای این برنامه 5 ساله گذشته است، با افتخار اعلام می‌کنیم که طی پشتکاری تسلیم ناپذیر در سال 1403 کد 01 کلاب مدیران موفق ایرانیان در جهان در قلب شهر دبی، دهکده جهانی برگزار می‌شود. این دستاورد نقطه آغازی برای تحولی شگرف در دنیای مدیریت و کارآفرینی ایرانی و گسترش آن در سطح کره خاکی است. اینجا در کلاب مدیران موفق آینده درخشان مدیران و کارآفرینان ایرانی در جهان قابل لمس‌تر از هر زمان دیگری است. امروز از شما دعوت می‌کنیم که در گرامی داشت این دستاورد بزرگ همراه ما باشید تا شروع این مسیر تاریخی را در کنار هم جشن بگیریم. رسالتمون خدمت به مخاطب هستیم، غیر از این نیست.